از مهمون عزیزمون میخوام خواهش کنم که خودش معرفی کنه. عزیزم اسمت چیه؟ الیاس. الیاس. بله. عمرن اگر از پدر مادرش نپرسیده بودم میفهمیدید که اسمش چیه. پشتنه پرسیدم. یه بار دیگه میشه بگی اسم تو؟ الیاس. الیاس. بله. الیاس چند سالته؟ 6. الیاس 6 سالشه و اومده که امشب دیگه واقعا توی این قرعه کشی هیچ شایبه وجود نداره ابدا، چون اصلا الیاس نمیدونه که تو چه الیاس میدونی اومدی کجا؟ بادش. کجا اومدی؟ مشهد. کجا؟ مشهد. مشهد؟ آره. بله. همونطور که میبینید الیاس آخ همونطور که میبینید الیاس فکر می‌کنه اومده مشهد. زنده از مشهد در خدمت شما عزیزان. چرا مشهد آخه؟ خب عمو اومدی مشهد زیارت؟ آره. با خانواده اومدی؟ آره. با چی اومدی؟ با قطار یا با هواپیما؟ گفتی با پا؟